ما نمونه هایی از این تفسیر عجیب و غریب رو خدمتون نشون میدیم. دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، این کتاب بحارالانوار هست، صفحه 248 جلد 99. این یک دایره المعارف خرافات هست که درست کردن. در اینجا ببینید فالسبت اسم رسول الله صلی الله علیه و آله، شنبه یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، والاحد امیر المؤمنین حضرت علی یک شنبه، والاثنین حسن والحسین والثلاثاء علی ابن الحسین سه شنبه علی ابن الحسین و محمد بن علی و جعفر ابن محمد، والاربعاء موسی بن جعفر چهارشنبه موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا، والخمیس پنجشنبه ابن الحسن والجمعه ابن ابنی بچهش روز جمعه است. یعنی این به خاطر همین میگه که زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز شنبه است. مسخره کردن دین، مسخره کردن ائمه، مسخره کردن پیامبر. اصلا هدف از این اعمال اینه که مسخره بکنن دین رو، مسخره بکنن ائمه رو، مسخره بکنن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو. این کتاب تفسیر قمی است، دوستان اگر نشون بدن، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 35 از ابی عبدالله امام جعفر صادق به دروغ روایت میکنن که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فاما البعوضه امیر المؤمنین، پشه امیر المؤمنین است، فما فوق آنچه بالای پشه است، بالاتر از پشه است، رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و دلیلشون هم آیه رو دلیل آوردن که فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، کسانی که ایمان آوردن میدونن که این حقی است از جانب پروردگار. به جای اینکه بیان معنی حقیقی و واقعی این آیات رو برای مردم بیان بکنن که همین پشه‌ای که ما انسان‌ها براش هیچ اهمیت قائل نیستیم، یک پشه. آیا میدونید که این پشه پیشرفته ترین لابراتوار رو در بدن خودش داره؟ پیشرفته ترین لابراتوار در بدن این پشه است. وقتی که بخواد کسی رو نیش بزنه، خون کسی رو بمکه، این توسط اون خرطومی که داره میاد اول تست میکنه خون طرف رو. قبل از اینکه نیش بزنه، اون مکانی رو که میخواد نیش بزنه بی‌حس میکنه. علما اینو کشف کردن. این واقعیت ها، حقیقت های علمی است. 10 چشم داره، نمیدونم 200 و چند تا چشم داره این پشه. چشم این مانند هواپیماهایی که توسط نظام حرارتی که حرارت بدن انسانها رو کشف میکنه، هر چیزی که تولید حرارت بکنه. شاید دیده باشید در فیلم هایی که پخش میکنن از نیروهای آمریکایی که بعضی از مناطق رو بمباران میکنن، افراد رو نشون میدن دارن حرکت میکنن. این بر اساس اون نظام حرارتی که وجود داره در این هواپیماهای پیشرفته کشف میکنن هر جانداری رو، هر شیئی که حرارت داشته باشه رو در روی زمین. پیشرفته ترین دستگاه از این نوع در بدن این پشه کوچیک وجود داره که وقتی شما از توی خونه خوابیدید، از بیرون این خونه پشه اگر گذر بکنه، این انسان رو متوجه میشه که توی این خونه هست توسط همین نظام حرارتی که در بدنش وجود داره. بعد میاد اول بی‌حس میکنه اون منطقه رو. شما ببینید پشه وقتی که شما رو نیش زد و رفت، چند ثانیه بعد شما درد رو احساس میکنید. چرا؟ همون لحظه که نیش میزنه انسان درد رو احساس نمیکنه، چون اول اون منطقه رو بی‌حس میکنه، بعد تست میکنه خون شما رو که آیا این خون خوشش میاد یا نه، خوشمزه است یا نه. شما ببینید که دو تا از فرزندان شما در یک اتاق خوابیدن، یکیشونو پشه نیش میزنه، یکیشو پشه نیش نمیزنه. خون رو تست میکنه، خوشش اومد
میمکه از این خون، خوشش نیامد ولش میکنه میره. خونهایی که یعنی به تب دلشون نباشه یا حاوی بیماری‌ها یا مرض‌هایی باشه نمیمکن از اون خون. و اگر من بخوام در مورد فقط همین پشه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم مثال میزنه، میگه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اگر در مورد این پشه ما بخوایم صحبت بکنیم 3 ساعت آن روی سکه رو باید در مورد این پشه صحبت بکنیم. ما از همین کالبد شناسی بدن این پشه ناچیز هم نمیتونیم بریم بیرون. آیا باورتون میشه که همین پشه 2 تا 3 تا قلب داره؟ 2 تا یا 3 تا قلب داره؟ انسانی به این بزرگی 1 قلب داره. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که ما در بدن هیچ مردی 2 تا قلب قرار ندادیم و پشه به اون کوچیکی 3 تا قلب داره یا 2 تا قلب داره. همه اینها نشان دهنده قدرت الله سبحانه و تعالی است و الله سبحانه و تعالی برای مشرکین، برای کفار، کسایی که به الله اعتقاد ندارن، پشه رو مثال میزنه. میگه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه و تعالی حیا نمیکنه از اینکه برای شما مثال بزنه پشه رو یا بالاتر از پشه، یعنی 1 طبقه بالاتر از پشه، مگس. همین مگس روی هر ماده‌ای بشینه موادی از جسمش ترشح میکنه که کلن این مثلا رو قند بشینه، موادی رو از بدنش ترشح میکنه روی این قند که با این قند آمیخته میشه و کلن یک ماده جدیدی تشکیل میده که شما اگر اون ماده رو از بدن مگس بگیرید در پیشرفته ترین لابراتوارهای دنیا ببرید نمیتونن دوباره برگردوننش به قند. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در همین باره برای ما مثال میزنه. سوره حج آیه 73 دوستان عزیز اینو نشون بدن. میگه یا ایها الناس، ای انسان ها، ضرب مثل فاستمعوا له. برای شما یک مثال میزنیم بشنوید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که غیر از الله میخوانید، پیامبر رو میخوانید، امام رو میخوانید، ولی رو میخوانید، پیر رو میخوانید، ملنگ رو میخوانید، زیارت و بارگاه، هر چیز رو میخوانید، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اینها کسایی که شما به غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید هرگز نمیتوانن مگسی رو بیافرینن. مگس رو، اون پشه بود نه؟ فما فوقها بگیم مگس، بالاتر از پشه. این مگس اگر پیامبر و اهل بیت و صحابه و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و حسن و حسین تا امام زمان همه جمع بشن و همه انسان ها هرچه ملنگ و پیر و صوفی و آیت الله و مرجع تقلید و آخوند و ملا و مولوی همه دنیا جمع بشن، یک مگس نمیتونن خلق بکنن. خلقتش رو بذارید کنار. ادامه آیه جالبه. و این یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اگر که این مگس یک چیزی رو از اینا بگیره، قندی رو گذاشتید، مگس اومد نشست، ماده رو روی این قند ترشح کرد که قسمتی از این رو تغییر داد، با خودش برد. همه شماها جمع بشید، همه انسانها اولین و آخرین جمع بشن، غیر از الله سبحانه و تعالی نمیتونن دوباره اون قند رو برگردونن. علم امروز اینو ثابت کرده. علم امروز اینو ثابت کرده که مگس رو هر ماده‌ای بشینه یک تغییر کیمیایی ایجاد میکنه، یک تغییر شیمی ایجاد میشه در این ماده که کلا ماهیت اصلیش از دست میده، تبدیل به یک ماده جدیدی میشه که شما هر کاری بکنید نمیتونید اینو دوباره برگردونید. ضعف الطالب والمطلوب. آری، طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود، شمایی که علی رو میخوانید، حسن رو میخوانید، پیر باره رو میخوانید، پیر فلانی رو میخوانید، اینها ضعیف هستند در مورد یک مگس، در مورد یک مگس. چه بسیارن اقوامی که الله سبحانه و تعالی توسط ضعیفترین مخلوقاتش اونها رو نابود کرده، اونها رو عذاب کرده. بنی اسرائیل توسط چی؟ شپش. یک شپش در سر یک انسان 40-50 کیلویی، 60-70 کیلویی، چنان این بیچاره رو دربدر میکنه که
مجبوره بره دوا و دکتر بره تا این یک شپش رو از سرش گم بکنه. الله سبحانه و تعالی شپش رو به جنگ فرعونیان فرستاد. روز روشن اینا رو تبدیل به شام تاریک کرد. شپش رو فرستاد الله سبحانه و تعالی. به جایی که بیان مردم رو به طرف ایمان، به طرف قرآن، به طرف رجوع به الله سبحانه و تعالی با تفسیر صحیح این آیات، با تطبیقش با معجزات قرآن کریم، با علم این مسائل رو بیان بکنن، اومدن چی میگن؟ پشه امیرالمومنین است، فما فوقهم پیامبر صلی الله علیه وسلم است. با این تفاسیرشون دارن با یک تیر دو هدف رو میزنن. یکی این که مردم رو نسبت به این قرآن، واقعیت‌های قرآن، حقیقت قرآن، تفسیر واقعی قرآن دور میکنن مردم رو. دیگر این که رموز اسلام رو، شخصیت‌های اسلام رو مانند علی و پیامبر و غیره، اینها رو مسخره میکنن. امروز به هر انسانی، چه شیعه چه سنی، بهش بگی که مگس پشه، خوشحال میشه، میگه خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. نظرتون چیه ما بگیم که این آیت الله خمینی پشه‌ای بود که الله سبحانه و تعالی او را به جان ملت ایران فرستاده بود که در به در بکنه ملت ایران رو؟ میپسندن طرفداران خامنه‌ای یا خمینی؟ یا بگیم که حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مگسی هست که روی هر کثافتی که دلش بخواد میره میشینه؟ خیلی بدتون میاد نه از این نسبت به خامنه‌ای بگیم، نسبت به خمینی بگیم؟ پس چرا نسبت به علی میگید علی پشه بوده؟ بدترین حیوانات رو پیدا کردن در بین حیوانات، اونها رو، البته حیواناتی که به ذات خودشون بد نیستن، انسان شاید اونا رو بد ببینه، اومدن پیامبر یا اهل بیت رو به اونا تشبیه کردن. ما اگر بخوایم توهین هایی که به حضرت علی کردن در کتاب هاشون بخوایم همه اینا رو نشون بدیم، شاید خیلی وقت بگیره. مثلا در کتاب الاختصاص دوستان عزیز ببینید که میگه که ابو جعفر علیه السلام اون باقر به جابر میگه که ای جابر، آیا الاغی داری که تو رو از مشرق به مغرب ببره در یک روز؟ میگه جواب گفتم فقلت جعلت فداک یا ابا جعفر و ان لی هذا، ای امام باقر من فدای تو بشم، من این الاغ رو از کجا بیارم؟ فقال ابو جعفر علیه السلام ذاک امیر المؤمنین، این الاغ امیر المؤمنین است. الم تسمع قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی علی علیه السلام والله لتبلغن الاسباب والله لترکبن السحاب. میگه ای جابر، نشدی که پیامبر گفته در مورد علی که به خدا شما به اسباب دست خواهید یافت و به ابرها سوار خواهید شد. خب این روایت رو وقتی خواستن دروغ ببندن به امام محمد باقر و اون رو ربطش بدن به یک روایت دیگری که از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده، خب میتونست امام محمد باقر بگه ای جابر، آیا پارچه ابری را دیده ای که در یک روز از مشرق به مغرب برود؟ جابر بگه که خب نه یا ابا جعفر، من از کجا بیارم این گونه ابر؟ این دست الله سبحانه و تعالی. بگه این ابر امان امیرالمومنین است که در آخر زمان از مشرق به مغرب. اما گشتن از بین حیوانات گفتن به کی تشبیه بکنیم علی رو؟ اینجا گفت به الاغ تشبیه بکنیم. حمار. برید همه دایره المعارف و لغت نامه های از ده خدا گرفته تا همه ببینید که حمار رو چی ترجمه کردن؟ الاغ. در بین در افغانستان و در ماوراءالنهر خر بهش میگن. اینی توهین و اهانت به حضرت علی تا این اندازه. اگر که بخوایم ما در مورد فقط همین توهین هایی که به اینا شده به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و به پیامبر صلی الله علیه و سلم روزها طول میکشه، منتها اینها هدفشون از بیان این گونه روایت همونطوری که گفتیم، اولا بی ارزش ساختن قرآن کریم، ثانیاً توهین به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. به خاطر همین این دشمنان اهل بیت همیشه سعی میکنن که با این تفسیرهای عجیب و غریبشون اهل بیت پیامبر رو مسخره قرار بدن در بین انسان ها.